پدر در اول آگوست 1926 در شهر یزد متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه اش را در مدرسه مارکار یزد به پایان رساند. پس از گرفتن دیپلم در بانک ملی یزد استخدام شد. 2 سال بعد به تهران مهاجرت کرد و از دانشکده عالی حسابداری لیسانسش را دریافت کرد. سپس خدمت نظام را در نیروی دریایی آبادان با مقام افسری گذراند. مردی بود بسیار ورزش دوست و علاقه خاصی به بازی تنیس و اسکواش داشت و اغلب در مسابقات دوستانه شرکت می‌کرد و از آن لذت می‌برد. در سال 1956 با مادر مینوی مهرانی ازدواج کرد که ثمره آن 1 دختر و 1 پسر بود. پدر زندگی خانوادگی را بسیار دوست داشت و بهترین ایام تفریحش را در جمع خانواده و دوستان می‌گذراند. پس از 30 سال خدمت صادقانه در بانک ملی ایران با مقام سربازرس که معادل معاون مدیر کل بانک میباشد بازنشسته شد. از مسافرت با همسر، فرزندان و بقیه فامیل بسیار لذت می‌برد و در طول عمرش مسافرت‌های زیادی به تمام شهرهای ایران، اروپا و آمریکا کرد. در سال 1979 با همسر و فرزندانش به آمریکا مهاجرت کرد و در شهر لس گاتوس ساکن شد و تا پایان عمر در آنجا زندگی می‌کرد. به عنوان بزرگ خانواده مردی بود که همه روی او حساب می‌کردند و از نصایح صمیمانه او بهره‌مند می‌شدند. هیچ وقت از کمک به دوستان و فامیل دریغ نکرد و همه نام او را به نیکی یاد می‌کنند. از بازماندگانش همسر، 2 فرزند، عروس و داماد و 4 نوه به جا مانده که شانس دیدن ازدواج نوه اولش را در سال قبل داشت. پدر تا پایان زندگی بسیار فعال بود و خوشحالیم که زندگی پر افتخار، سالم و صادقی را پشت سر گذاشت.
جایش بسیار خالی است و بهشت برین جایگاهش باد. مبارکتونه 101 سالتون. انشالله انشالله به 101 سالگی هم برسی. چرا؟ فوت کنی حالا دیگه. مبارک. زنده باد.